خیلی خوب. بسم الله. راستی اینم بگم که قرار نیست اینجا یه عالمه اصطلاح انگلیسی پیچیده تحویلتون بدم که بعدش مجبور بشید برید تو گوگل ترجمه کنین. نه، ما امروز میخوایم راجع به یه چیز خیلی ساده حرف بزنیم. بیزینس. حالا ممکنه بپرسید بیزینس چیه اصلاً؟ خیلی ساده. بیزینس همون کسب و کار خودمونه. یعنی یه کاری که میکنی تا پول در بیاری. همین. نه بیشتر نه کمتر. حالا این کار میتونه فروش یه محصول باشه یا ارائه یه خدمتی ها. مثلا همون مغازه بقالی سر کوچه خودمون یه بیزینس هست. آقای فوتبالیست معروفی که تبلیغات میکنه اونم برای خودش بیزینس داره. خانومی که تو خونه شیرینی میپزه و میفروشه اونم صاحب یه بیزینس کوچیکه. پس بیزینس یه موجود فضایی وحشتناک نیست. یه مفهوم خیلی زمینیه و از همون اولم وجود داشته. فقط اسمش رو عوض کردن. حالا سوال اصلی چطور با کمترین سرمایه بیزینس خودمون رو راه بندازیم؟ این سوال رو خیلیا میپرسن. فکر میکنن حتما باید یه گاو صندوق پر از پول داشته باشن تا بتونن یه کاری رو شروع کنن. راستش رو بخواید سرمایه اولیه کمک میکنه. اما همه چیز نیست. مهمترین سرمایه شما اون توی کله شماست. یعنی ایده، بلد بودن و پشتکار. بیان یه نگاهی به مراحل ساده راه اندازی بیزینس با سرمایه کم بندازیم. قدم اول، پیدا کردن ایده. مثل پیدا کردن یه اسم قشنگ برای بچه گربه. نیاز نیست حتما یه ایده انقلابی داشته باشیم که تا حالا کسی بهش فکر نکرده باشه. کافیه یه مشکل کوچیک رو حل کنید یا یه کاری رو بهتر از بقیه انجام بدید. مثلا بلدید تعمیرات کوچیک لوازم خانگی انجام بدید؟ خب خیلیا بلد نیستن و دنبال یه آدم مطمئن میگردن. دستتون خوش میاد و کیک خوشمزه میپزید؟ همین میشه نقطه شروع شماها. تو تحقیق توی اینترنت قوید. خب خیلی از کسب و کارا نیاز دارن که یه کسی رو براشون تو فضای مجازی محتوا تولید کنه. ایده همه جا هسته. تو زندگی روزمرتون. فقط کافیه یکم چشتون رو باز کنید و ببینید مردم چه مشکلاتی دارن که شما میتونید حلشون کنید. قدم دوم، یه برنامه‌ریزی ساده نه پیچیده. یه نقشه گنج نه یه تز دکترا. لازم نیست برید یه بیزینس پلر سرصفحه‌ای بنویسید که فقط خودتون رو خسته کنه. یه کاغذ بردارید و جواب این سوالا رو بنویسید. من دقیقاً چی میخوام بفروشم؟ یعنی محصول یا خدمت؟ مشتری هم چه کسایی هستن؟ مثلا همسایه هام، دوستام، مردم تو این اینستاگرام. چطور میخوام بهشون بگم که من این کارو میکنم؟ تبلیغات شفاهی، یه پیج اینستاگرام ساده. چقدر میخوام قیمت بذارم؟ قیمت باید هم برای شما منصفانه باشه، هم برای مشتری. همین چند خط همون نقشه راه شماست. قدم سوم، شروع خیلی کوچیک، مثل یه دونه برفی که قلتک غول‌پیکر رو به راه میندازه. این قدم مهمترین و در عین حال سخت‌ترین قدمه. چون ما همیشه دوست داریم از اول خیلی بزرگ و مجلل شروع کنیم. اما صبر کنین. شما که سرمایه کمی دارید، پس باید عاقلانه شروع کنید. مثلا فرض کنید میخواین فروشنده لوازم آرایشی بشین. به جای اینکه برین یه مغازه اجاره کنید و کلی جنس بخرین، چیکار میکنین؟ اول از همه برین یه سری نمونه کوچیک و با کیفیت تهیه کنین. بعدش به دوست و فامیل و آشناتون بگین، براشون کاتالوگ بفرستین، یه پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام ساده درست کنین. اول مشتریاتون رو جلب کنین، ازشون بازخورد بگیرین. اگه محصولتون خوب باشه، همین مشتری اول 10 تا مشتری دیگه براتون میاره. اینطوری آروم آروم و بدون ریسک بزرگ کسب و کارتون رشد میکنه. قدم چهارم، پول خرج کردن عاقلانه. پولتون رو مثل بچه عزیزتون دوست داشته باشین. وقتی سرمایه کمه باید عاشق هر ریالتون باشین. یعنی قبل از خرج کردن هر پولی از خودتون بپرسین آیا این خرج واقعا لازمه؟ مثلا آیا واقعا لازمه یه دفتر کار مجلل اجاره کنین یا میتونین اول از اتاق خونه یا یه کافی شاپ کارتون رو شروع کنین؟ آیا واقعا لازمه برین یه ماشین تحریر نو بخرین یا همون لپتاپ قدیمیتون هم کار را میندازه؟
آیا واقعا لازمه برای تبلیغات برین تلویزیون آگهی بدین یا اول با تبلیغات رایگان تو فضای مجازی و معرفی دهان به دهان شروع کنین؟ یادتون باشه هدف اصلی شما اینه که پول در بیارین، نه اینکه پولتون رو تو چیزهای غیر ضروری خرج کنید. قدم پنجم، مشتری رو مثل پادشاه دونستن، اما خودتونم مثل نخست وزیر. مشتری حق داره. باید بهش احترام بذارین و حرفاش گوش بدین و کار با کیفیت تحویلش بدین. اما این به معنی قبول هر درخواست غیر منطقی از طرف مشتری نیست. شما هم باید برای خودتون و زحمتتون ارزش قائل باشین. یه قیمت منصفانه تعیین کنین. اگه مشتری ازتون تخفیف خواست، ببینید میتونید جواب مثبت بدین یا نه. رابطه خوب با مشتری بهترین تبلیغه. اگه به یک مشتری خوب خدمت کنین، اون حداقل برای 5 نفر دیگه تعریف میکنه. قدم ششم، شکست و بخشی از مسیر دونستن. ممکنه تو مسیر اشتباه کنین. ممکنه یه محصولی رو بفروشین و مشتری ازش راضی نباشه. ممکنه یه تبلیغاتی کنید و نتیجه نگیرین. اینا شکست نیستن، اینا درسن. بهشون به عنوان هزینه تحصیلتون تو دانشگاه زندگی نگاه کنید. از هر اشتباهی یه چیز یاد میگیرین و قوی‌تر میشین. مهم اینه که دوباره بلند شین و ادامه بدین. حالا چند تا ایده عملی با سرمایه کم. خدمت مرتبط با فضای مجازی. خیلی از مغازه‌دارا بلد نیستن پیج اینستاگرامشون رو مدیریت کنن. شما میتونید براشون عکس بگیرین، کپشن بنویسین، پست بذارین. سرمایه همون موبایلتون. تدریس خصوصی یا آموزش آنلاین. اگه توی درسی قوی هستین یا یه مهارت خاص بلدین مثل گیتار زدن، خیاطی، زبان، میتونید به دیگران آموزش بدین. فروش محصولات دستساز، عروسک‌سازی، ساخت زیورآلات، تولید صابون‌های طبیعی، شیرینی‌پزی، کله خودتون سرمایه‌تون اصلیته. خدمات محلی، سگ‌گردانی، نگهداری از بچه، کمک در نظافت منزل برای سالمندان، چمنزنی برای همسایه‌ها. نیاز همیشه هست. حرف آخر. یادتون باشه بزرگترین شرکت‌های دنیا هم از یک گاراژ و یک اتاق کوچیک شروع کردن. استیو جابز رو یادتونه؟ اپل رو توی گاراژ خونه‌شون رو انداخت. پس اندازه شروع مهم نیست. عظمت هدف و پشتکار شما مهمه. شما قرار نیست یه شب راه 100 ساله رو برین. امروز با یه قدم کوچیک شروع کنید. برین یه کاغذ بردارین و اولین ایده‌تون رو بنویسین. بعد برین قدم دوم رو بردارین. مهم حرکت کردنه. پس دیگه نگیم پول ندارم. پول نداریم که، اما عقل داریم، دست داریم، اراده داریم و یه عالمه ایده. از همین امروز شروع کن. تو میتونی. فقط شروع کن. امیدوارم ویدیوم برات مفید بوده باشه. اگه سوالی یا نظری داری حتما توی کامنت ها بنویس. حتما پاسخ میدم. موفق باشی قهرمان.